بابک خرمدین در قرن دوم میلادی بعد از حمله عرب‌ها به ایران به پا خاست و هدفش بیرون کردن دشمن از ایران بود. خرمدین در اون زمان به کسانی میگفتن که پایبند به دین زرتشت پس از حمله اسلام به ایران بودن. خرم در زبان فارسی به معنی شادی و زیبایی است. نام بابک به زبان فارسی میانه پاپک بود که به معنی پدر جوان. مرکز فعالیت بابک در آذربایجان و پرچم او سرخ رنگ بود. برای همین طرفداران او رو سرخ جامگان میگفتند. بابک خرمدین به مدت 22 سال با عرب‌ها جنگید و در تمام جنگ‌ها پیروز شد. اما با توطئه یک ایرانی به نام افشین دستگیر شد و پس از دستگیری او رو در لباسی زنانه و آرایش کرده در شهر گردوندن تا درسی برای دیگران بشه. اونها تصمیم گرفتن که دست و پای بابک رو به جرم دفاع از کشورش ببرن. در تاریخ نوشته شده یک دست بابک رو با شمشیر بریدن و او صورتش رو با خون دست بریدش رنگی کرد. خلیفه پرسید چرا این کار رو میکنی؟ بابک گفت وقتی خون بدنم تموم بشه صورتم زرد رنگ خواهد شد و اون موقع تو خواهی گفت که صورت من از ترس مردن زرد شده. من دوست ندارم صورت زرد رنگ منو عرب‌ها ببینن. هر سال مراسم یادبود این جنگجوی دلیر در شهر کلیبر در آذربایجان بر بالای کوهی که قلعه او قرار داره برگزار و گرامی داشته میشه.